میدونم که پیش از همه این کاری خداست. بله. اما شما سببگاری موفقیت‌های من هستید. انسانی که تنها وسیله می شود. بله. می‌آموزانید من باشم اجرا میکنم و این فایده‌ناک است استاد. هر بار که من به درس‌ها میروم شما می‌آموزانید، من آمده عملی میکنم. اگر نشود باز میکنم میشود و باز رفتن میخواهم. یعنی هر بار می آیی یک دو غایه رو آمده عملی میکنی، اگر بیکنی و نشود از نو میکنی، بیکنی و نشود باز میکنی تا زمانی که آن نتیجه ندهد. این بسیار نکته مهم است. آفرین. دویما استاد، یگان بار در باری یکم کاری من عالی نبرآمده است. من تکرار به تکرار میکنم همیشه. و باز استاد شما طوری می‌آموزانید که گویا که من 100% میفهمم. وقتی که یگان کتاب رو میخونم من خوب نمیفهمم استاد، طوری که شما میفهمونید. شما خیلی عادی و فهم و شرح میدهید، من همش رو میفهمم. او تمام من مینویسم و عملی میکنم و آهسته آهسته عملی میکنی. و اینچنین باید گویم که همه شاگردان شما آدمان خوبند استاد. گروهتان و شاگردانتان تماما آدمان خوبند استاد. آنها به یکدیگر یاری میرسونند. انا همان دوره، انا همان اتمسفر. آدمانی خیلی خوبند. نمیدونم، من حس میکنم که همشون خوبند استاد. محیط. بله محیط. وقتی تو به چنین محیط وارد میشوی میسبزی. محیط بسیار کمک میکند. به تو